مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورов در عرفه سال نو میلادی به اشتراکچیان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی اویله‌های هلاک شده و معیوبان بیش از 300 کیلو ارد و 150 کیلو برنج تقدیم نمود. صبح امروز سنه 29 دکبر از جانب نمایندگان تشکیلات جمعیتی اتفاق برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی در ناحیه باباجان غفورов به 30 اویله‌های هلاک شدگان و معیوبان کمک یک وقته یعنی ارد و برنج تقسیم کرده شد. این اقدام با مقصد روح‌بلندی و احترام اویله‌هایی که نزدیکانشان در این نزاع هلاک شدند و یا اینکه معیوب ماندند عملی کرده شد. مسئولین گفتند که سهم این شخصان در برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی و آرامی امروزی کشور خیلی مهم است. کمک رسانند به این اویله‌های برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی، اویله‌های معیوب، اویله‌های هلاک گشتگان که آنها در برقرار کنی ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان سالهای 92 93 جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در ناحیه‌های غرب طویل‌دره حمایت کرده ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان هلاک گشتگان معیوب شده هستند. معتبر شریف و یکی از اویله‌های هلاک شدگان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی می باشد که سالهای 1992-1993 در این جنگ بیرحمانه شوهرش را از دست داده است و میگوید آن وقت با 2 کودک خردش تنها ماند. با دشواری‌های زیاد آنها را به وای رسانیده اویله‌دار نمود. این زن خود خانه‌نشین بوده، حالا از دستگیری و رسانیدن چنین کمک‌های یک وقته دولت و حکومت به اویله‌های هلاک شدگان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی خوشحال است. نام شوهرم شریفوف برهان. جنگنده گذشتم. 30 ساله بودم. من 29 ساله ماندم. 2 تا فرزندم های. فرزندامو خدا شکر به سر کردم. نیوردار شدم. دولت یاردم کرده ایستادیم. عمرشان همین بهانه شد و گذشتن. رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی ناحیه باباجان غفورov غفران عطاخانوف میگوید دوام سال 2021 اعضایان این اویله‌ها بار پنجم است که کمک یک وقته میگیرند و میگوید به جز این هر سال 2 نفر اشتراکچیان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی رایگان در یگان آسایشگاه‌های شهر و نواحی ولایت تبابت میگیرند. همچنین به آنها غیر از کمک‌های مادی اینچنین کمک‌های مالیوی نیز داده میشود. خصوصا بسیارتر ما کمک مالیوی هم مادی هم یک پدری 2 هلاک گشتگان جوریف میرزا احمد جورزاد شاعر وحدت سرا 92 ساله و یا کمک به محتاج و بعد من کتاب برداشتم. حاضر کتاب همراه خطی که داشتیم دستی دعای مادر یک کتاب برداشتیم که در آنجا همین تمامی کارمند و اویله‌های هلاک گشتگان معیوبان و اشتراکچیان نشر شدند. این کتاب تشکیلات جمعیتی اتفاق برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی ناحیه باباجان غفورov ماه می سال 2016 با فعالیت آغاز کرده است. 6 سال می شود که برای دستگیری و اعتراف حقوق‌های اویله‌های هلاک شدگان، معیوبان و اشتراکچیان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی کاربری کرده ایستاده است. هدف اساسی تشکیلات هم این پیش از همه رسانیدن کمک‌های یک وقته به این اویله‌ها محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.